این روایت یکی از عجیبترین داستانهای تاریخه و باید بدونید که این داستان کاملا تصادفی فاش شده و مربوط به یک خانواده سوریه‌ای است. راوی بیان میکنه که تاجری مرفه بود که عاشق دختری بود که برای او کار میکرد. پس عاشق و شیفته او شد. ولی این تاجر با زنی دیگر ازدواج کرده بود که هرگز او را دوست نداشت و زن به طمع پول و ثروت با تاجر ازدواج کرده بود. تاجر تصمیم خود را گرفته بود و بنابراین زن خود را با وجود اینکه از او صاحب یک فرزند بود طلاق داد. ولی فرزند در حضانت مادرش بود. پس تاجر به همسرش گفت پسرم تا بزرگ شود با توست و آن موقع او را از تو پس میگیرم و او با من زندگی میکند. مرد تاجر هر ماه پول زیادی را برای همسر سابق و فرزندش میفرستاد. مرد تاجر که زن دیگری را دوست داشت به سوی او رفت و با معشوقه خودش ازدواج کرد و به همه میگفت که این زن برای من بهترین است. پس از ازدواج با او دارایی تاجر افزایش یافت و از او صاحب یک پسر و یک دختر شد و همسر سابقش نیز از تمام مراحل او و همه چیز او آگاه بود و مدام پیگیر احوالات او بود. زن سابق می گفت همه پول و ثروت تاجر حق من و پسرم هست. من اولین همسر او بودم و زن به این فکر می کرد که چگونه از تاجر انتقام بگیرد. او فکر میکرد که تمام دارایی تاجر حق او و پسرش هست و همیشه پسر کوچکش را طوری تربیت میکرد تا از پدرش متنفر باشد و به او یاد میداد که چگونه به خاطر مادرش از پدرش انتقام بگیرد. زمان گذشت و پسر بزرگ شد و وقتی که جویای کار بود پدرش او را پیش خود مشغول به کار کرد. اما پسر در دل خود از پدرش کینه زیادی به دل داشت و به همین دلیل تا جایی که میتوانست از اموال پدرش بی اجازه دزدی میکرد. دفعات اول که تاجر متوجه این موضوع میشد پسر را میبخشید و به او چیزی نمیگفت. ولی وقتی این رفتار زیاد شد تاجر از پسرش متنفر شد و به او گفت که دیگر او را نمیشناسد و او را پسر خودش نمیداند. تاجر تمام پولی که هر ماه برای همسر سابقش میفرستاد رو به خاطر رفتار زشت همسرش و اینگونه تربیت کردن فرزندش قطع کرد و دیگر هیچ پولی به آنها نمیداد. روزها گذشت و پدر پیر شد و به یک بیماری سخت مبتلا شد و این مریضی به حدی بود که در نهایت جان تاجر را گرفت و موجب مرگ او شد و ماجرای ما از اینجا به بعد داستان شروع میشه. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو رو لایک کنید. پس از مرگ تاجر پسر او که از همسر جدیدش بود پیگیر کارهای کفن و دفن او شد. پسر با نگهبان قبرستان صحبت کرد و به او گفت که پدرش فوت کرده و از او خواست که قبرش را آماده کند تا او را دفن کند. او با کمک نگهبان قبرستان خاک سپاری را تمام کرد و بعد از آن همه به خانه هایشان رفتند. نگهبان قبرستان وقتی به خانه خود رسید متوجه شد که گوشیش نیست و تمام خانه را در پی یافتن گوشی خود زیر و رو کرد ولی هیچ نتیجه ای نداشت. تنها یک چیز به ذهن نگهبان می رسید که احتمالاً گوشی در قبرستان گم شده و یا هنگام کندن یکی از قبرها درون قبر افتاده و با جنازه ای دفن شده. بنابراین او به قبرستان برگشت و شروع کرد به گشتن قبرستان برای پیدا کردن گوشی گم شده‌اش. او با گوشی خود تماس گرفت تا ببیند صدای گوشی از کجا شنیده می شود و بالای تمام قبرهای تازه کنده شده راه رفت تا ببیند از کدام یک قبر صدای گوشیش را می شنود. نگهبان در تاریکی شب در حال راه رفتن بر بالای قبرها بود که ناگهان صدای زنگ گوشیش را از درون یکی از قبرها شنید. با عجله به سمت آن قبر رفت ولی با صحنه عجیبی مواجه شد که موجب شوکه شدن او شد. نگهبان قبری را که خودش با دستان خودش بسته بود و یک جنازه را در آنجا دفن کرده بود
باز و نبش قبر شده دید. با وحشت درون قبر را روشن کرد، ولی درون قبر جوانی را دید که مقداری کاغذ و قرارداد به همراه خودش دارد و از دیدن نگهبان ترسیده است. نگهبان متوجه شد که این جوان این قبر را باز کرده، پس فوراً او را دستگیر کرد و در یک اتاق زندانی کرد و همچنان به دنبال گوشیش میگشت تا آن را پیدا کرد. پس با پسر متوفا تماس گرفت و گفت قبر پدرت را باز یافتم و داخل آن مرد جوانی بود که کاغذهایی داشت که اثر انگشت پدرت روی آن بود. پسر تاجر دوان دوان به قبرستان آمد و متوجه شد که این شخص برادر او از همسر اول پدرش است و از او پرسید که در قبر پدرشان چه می کرده. جوان به او گفت من حقی را که از من سلب شده می خواهم پس بگیرم. داشتم از پدرم انگشت نگاری می کردم تا بتوانم از ارثی که محروم شدم حق خودم و مادرم را پس بگیرم. ظاهراً تاجر قبل از فوت تمام دارایی و اموال خود را بین فرزندان جدیدش تقسیم می کند و همسر سابقش را از ارث محروم می کند. پسر تاجر که می فهمد با نبش قبر پدرش چه توهینی به پدرش شده عصبانی می شود و برادر ناتنی خود را به زندان می اندازد. اما حقیقت این است که این جوان حق ارث پدرش را دارد و هیچ کس اعم از برادرش یا پدرش حق ندارد از آنچه خداوند متعال حق او دانسته محرومش کند. پس ای عزیزان از کینه دور باشید و کینه و حسد را در وجود خود راه ندهید که این دو باعث سرفکندگی ما در روز قیامت می شود. شکی نیست که پدر و برادرش اشتباه می کنند که حق او را که خداوند متعال مقدر کرده است به او نمی دهند و این ظلم در روز قیامت موجب عذاب آنها می شود. این پدر وصیتی کرد که در آن ضرر زیادی برای فرزندانش داشت و با قانون خدای تعالی منافات داشت و باعث تفرقه میان فرزندانش شده بود و از همه مهمتر مانع از ارث بردن یکی از فرزندانش شده بود. خداوند متعال فرموده کسانی که اموال یتیمان را به ناحق میخورند در شکم خود آتش میخورند و در آتش جهنم میسوزند. پس از خوردن مال به ناحق بپرهیزید. و بعد از آیات ارث خداوند تبارک تعالی فرمود این حدود خداست. سپس بعد از آن تهدید کرد و هر که خدا و رسولش را نافرمانی کند و از حدود او تجاوز کند او را در آتش فرو میبرد و در آن ماندگار شود و برای او عذابی خوار کننده خواهد.